من طرفدار پرونده‌های جنایی ام، ولی هیچ وقت دلم نمیخواد واقعا اتفاق بیفتن. و این پنجره سوئیتیه که توی استانبول اجاره کردیم. یه ذره هنوز مطمئن نیستم بابت این جایی که گرفتیم، کوچه‌اش خیلی ناامنه. اینم ما داریم تو قصه ولی از اینجا شروع نمیشه. بعضیا فکر میکنن سفر هیچ کمکی به مشکلاتت نمیکنه، تمام روز تفریح میکنی اما آخرش خودتی و مشکلاتت دوباره. ولی من فکر میکنم اونا اشتباه میکنن. تو 2 سال گذشته در حالی که ویوی روزانم تمام مدت مانیتور بود و فکر میکنم دارم با عشق کار میکنم، یا متوجه شدم 2 سال از زندگیم گذشته و من هیچ تجربه‌ای ثبت نکردم، هیچ خاطره‌ای ثبت نشده. دارم شبیه صندلی میشم، شبیه به خونه. یه چیزی اینجا بود که باید تغییر میکرد. پس چمدون رو بستیم و حرکت کردیم. کلا کارهای فرودگاهی قبل سفر هیچ روال و نظم خاصی نداره. ما با اینکه 4 ساعت قبل از پروازمون فرودگاه بودیم، نهایتا نیم ساعت مونده رسیدیم به گیت. یه دوست کوچولو هم پیدا کردم و کلی ابر دیدیم. و چون تقریبا میدونستیم فرودگاه استانبول خیلی بزرگه، روی روز اول و گردش هیچ حسابی نکرد. واکنش صادقانه من رو میبینید در اولین برخورد با استانبول. آپوکالیپس یعنی پس آخر زمان، یعنی این ساختمان‌های متروکه رو توشون سبزا زده، یعنی لاستافاس، یعنی دواکینگ دد. بعد من هر جایی که برم جذب ساختمان‌های این شکلی میشم، به جای اینکه این ساختمان‌های لوکس و لاکچری و ترتمیز و نوساز چشمو بگیرن، اصلا میرم سمت ساختمانایی که متروکن، سال‌هاست کسی توشون زندگی نکرده، دیواراش ریخته، آجرش ریخته، توشون درخت رشد کرده. از یه طرفم فکر کنم سروایوال مودم خیلی نزدیک به صفره و از اینایی هم که اون اول فیلم‌ها میمیرن، زامبی میخورتشون. رسیدیم محله اقامتمون، کاملا تو شوک بودیم. هوا تاریک شده بود، خونه روبرویی کاملا متروکه بود و یه عروسک پشت پنجره گذاشته بودن که اصلا یه عروسک معمولی هم نبود. از این عروسکایی نیست که تو بازار میبینی. فقط خدا می‌کردیم ان شاءالله صبح ببینیم. راستش ما چند تا انتخاب جالب دیگه هم واسه محل اقامتمون داشتیم، مثل این و این که 2 طبقه بود و خیلی پینترستی به نظر میومد، ولی وقتی ریویوها رو خوندیم به این نتیجه رسیدیم که اینی که اجاره کردیم بهترین انتخابه. واسه همین تصمیم گرفتیم از Airbnb جامون رو انتخاب کنیم، بعد از طریق یکی از این شرکت‌های واسطه وبسایت‌هایی که کار خدماتی انجام میدن، کار پرداخت، و از طریق اینا پرداخت انجام بدیم. الان ساعت 10 صبح داریم آماده میشیم که بریم بیرون. خیلی خوابیدیم، خیلی خسته بودیم. حالا اگه صادقانه بخوام بگم که از اینجا راضی هستم یا نه، اینجوری بگم که محلش شاید هیچ چیزی نبود که انتظار داشتم، ولی خودش تمیزی خلاصه که بدیم. ما اینجا بودیم دقیقاً موازی خیابون استقلال، به همین جزایر، و روز اولمون رو با بارون شروع کردیم، بارون زیاد. اولین جایی که باید میرفتیم خیابون استقلال. در نهایت هم بارون برنده شد و ما مجبور شدیم چتر بخریم. بارون بند اومد. قدم زدن تو خیابون استقلال مثل باز کردن پینترست میمونه. لباسا همه قشنگ، آدما رنگی. ما چون هدف بعدیمون گالاتا بود، همین مسیر از استقلال رفتیم تا برسیم به برج گالاتا، یعنی پیاده رفتیم. ما کل این مسیر رو پیاده اومدیم تا گالاتا که فاصله زیادی هم نبود، اما پر از قشنگی بود. خیلی قشنگ، خب خیلی قشنگ. و این واکنش جوان 30 ساله به مکان‌های تاریخی. خب یه مشکلی که دارم اینجا اینه که نمیدونم با به چه زبونی حرف بزنم. یه ذره فارسی حرف میزنم و یه ذره انگلیسی، یه ذره ترکی. بعد آخرش طرف گیج و مات و مبهوت من نگاه میکنه. اولش رفتیم تو مغازه ترکی از آقای سوال که انگلیسی از آقای سوال کردی، بعد آخرش گفتی تشکرلر. بعد یه جای دیگه هم رفتیم مغازه، وارد شدم، خیلی با اعتماد گفتم مرحبا. بعد آقای گفت مرحبا. این چه میشه؟ بقیه چه انگلیسی. تمام روز رو پیاده روی کردیم، از اینجا رفتیم تا اینجا. پس وقتش بود یه قهوه بگیریم. اینجایی که ما تصمیم گرفتیم قهوه بگیریم یه محله غیر توریستی بود. راستش اونقدر هم قهوه‌های خوشمزه‌ای نبودن، ولی منتظر موندیم تا دوستامون برسن و بعد دوباره پیاده رویمون رو ادامه دادیم. یه چیز بامزه‌ای که اینجا فهمیدیم این بود که یه سری از رستوران‌ها یه داستانی دارن به اسم چای اکرام. یعنی میتونی ازشون بپرسی که آیا چای یا قهوه روی غذا قراره بهتون بدن یا نه، رایگان. اتفاقی که افتاد این بودش که ما یه رستورانی رو انتخاب کردیم برای شام و نشستیم که شام بخوریم. آخرش ازش پرسیدیم که چای اکرام ندارن. آقا گفت نه و ما اینطوری بودیم که
خب اوکی دیگه چای ندارن. بعد یکم نگاهمون کرد گفتش که خب چای مهمون من. ما باور نکردیم راستش، ولی وقتی خواستیم بریم حساب بکنیم دیدیم واقعا نداشت حساب بکنیم. یعنی ما چای رو اونجا مهمون اون آقایی بودیم که اونجا کار میکرد. آخرای شب وقتی تا یه جایی پیاده برگشتیم بعد از فکر کنم 27000 قدم حدوداً و 20 کیلومتر پیاده روی رسیدیم به یه جایی که دوستان بهمون پیشنهاد دادن از اینجا به بعد و با دومین قدیمی ترین متروی دنیا برید بالا. و چرا کنن کی همچین چیزی رو از دست میده. روز دوم هوا آفتابی شده بود، همه توی کوچه ها لباس پهن کرده بودن. روز اتوبوس سواری و کشتی سواریه، پس قبل از همه چیز قهوه، سیمت و شکلات یادت نره. من واقعا با سیمیتاشو مشکل داشتم. یعنی تو انتظار داری که وقتی همچین چیزی رو دارن با شکلات به تحویل میدن داغ باشه. یعنی من حتی سوالم کردم که داغه یا نه، گفتن آره اوکی اصلا نگران نباش. ولی چیزی که بهت میدن یک نونیه که در اثر سرمایه مقداری خشک هم شده. چیزی که اینجا کم کم داشتم از دست میدادم استرس بود. آسمون آبی، هوای خوب، شهر زنده، انگار همه اینا بهت این سیگنال رو میدن که زندگی جریان داره. ببین این کاریه که بیشتر باید تو زندگیم انجام بدم. باید بیشتر سفر بریم. رسیدن به جزیره 2 ساعت طول میکشه، اما 2 ساعت روی دریا و تو کشتی بودن بهت این فرصت رو میده که یکم با خودت فکر کنی، ببینی آدمایی که تو جزیره زندگی میکنن احتمالاً چه روتینی واسه خودشون دارن. ما وقتی رسیدیم جزیره میدونستیم که نباید درگیر این شلوغیای اول جزیره بشیم، واسه همین خیلی رفتیم توتر. و بعد اینکه یه ساندویچ ماهی خوردیم که البته گربه ها در خشکی و مرغای ماهیخوار در دریا اجازه نمیدادن از گلوت بره پایین، رفتیم که تا چرخه بگیریم. من از این آقا مهربونی که صاحب دوچرخه ها بود پرسیدم این دوچرخه سفیده که با همه دوچرخه‌ها فرق میکنه چنده؟ نگام کرد گفت این گرونه، اون یکی ها 100 لیره. من اینجوری بودم که اوکی حالا انقدرم ارزش نداره، میرم سراغ همون دوچرخه‌های معمولی. همینجوری که کیفمو گذاشتم توی سبد دوچرخه‌های 100 لیری، آقا اومد صدام کرد گفت بیا همین یکی سفیده رو سوار شو، همون 100 لیر بده. من واقعا نمیدونم چقدر قیافم ناراحت بود اون لحظه که آقا دلش برام سوخت. اما خب ما روز قبل 20 کیلومتر پیاده روی کرده بودیم. اینجا دوچرخه گرفتن خیلی ایده جالبی برای ما نبود. تا جایی که فهمیدم اون بالای پارک جنگلی و چند تا جاذبه جالب داره، یه سری کافه ها هستن که با ویوی دریا از بالای تپه میتونی بشینی توشون یه چیزی بخوری. اما خب ما خیلی جونشو نداشتیم. من همین تصمیم گرفتم توی همین خط ساحلی دوچرخه سواری کنیم، بشینیم یه قهوه بخوریم، استراحت کنیم. گرمه. سربالایی خوشگله. همین جاها بود که عروس دریایی دیدیم و من اعلام پادشاهی کردم. من ملکه ماهیام. بعدم دیگه رفتیم سوئیت که بخوابیم. معلومه که نرفتیم. برگشتیم میدون کادیکوی. هنوز 7 شب بود. شما وقتی میرین یه کشور دیگه احتمالاً میرین بازاراش هم میگردین، یه سری خریدای آدم حسابی طوری میکنین. اینجا ما تنها مغازه‌ای که رفتیم یه لوازم تحریری بود و من 2 تا از این گیره ها خریدم. 2 تا 56 لیتر واجب بود. برای روز سوم برنامه‌مون خیلی فشرده نبود. قرار بود بریم محله ها رو بگردیم. اولیش هم محله بالات بود. قبلش فهمیدیم یه کلیسای نزدیکمون هست که هنوز ندیدیم. روی مپ دنبالش گشتیم، بعد سوار این تراموا قرمز شدیم که مدام تو این خیابون استقلال میره و میاد و تا یه جایی باهاش رفتیم. خیلی خوشگل بود. کوچه پس کوچه ها رو میگشتیم دنبال این کلیسا طبق آدرسی که مپ بهمون داده بود. بعد خیلی به نظر میومد که ما گم شدیم، ولی حالا ما داشتیم لذت می‌بردیم. بعد من این وسط شروع کردم به زور با ترکی استانبولی یه چیزی از یه نفر پرسیدن. یعنی پرسیدم که این در کلیسا، در ورودیش از کجاه. بعد در حالی که من زور زدم و جمله‌ام تموم شد، آقای خیلی ریلکس برگشت گفت این کلیسا رو میگی؟ اینو از این پشت برو توی خیابون درش. حرکت کردیم به سمت بالات و اینجا گویا آدما به چیزای متفاوتی علاقه دارن. بالاتو بخوام براتون تعریف کنم پر از خونه‌های رنگی و کافه‌های دنج کوزی. راستش من از اینجا به بعد خیلی ویدیوی زیادی ندارم. گویا خیلی داشتم در لحظه زندگی می‌کردم، مخصوصا اینکه دوست دوران ابتدایی راهنمایی دبیرستانم اونجا دیدم و کلا اینطوری گذشت که خیلی نشستیم با هم دیگه صحبت کردیم توی کافه، بعد رفتیم خط ساحلی دوباره قدم زدیم با هم دیگه صحبت کردیم، بعد قرار بر این شد که بریم محله بشکتاش. تو بشکتاش ما کمپی رو امتحان کردیم که یه سیب زمینی یا توپره که توش پنیر میزنن و یک عالمه مخلفات بهش اضافه میکنن. 2 نفر رو کامل سیر میکنن. و بعدش هم تا پاسی از شب با دوستای جدیدی که بهمون پیوسته بودن قدم زدیم تو خیابونا. یه چیز جالبی که تو استانبول خیلی دوستش داشتم موضوع حمل و نقل بود. یعنی شما تو هر لحظه از شبانه روز که اراده می‌کردی یه چیزی بود که شما رو به اون مقصدی که می‌خوایم برسونه. انقدری این پروسه راحته، یعنی شما یه مبدا میزنی، یه مقصد، بعد بهت میگه سفر چه اتوبوسایی باید بشی. معمولاً هم به اون محله‌های مهم اتوبوسای مستقیم هست، یعنی خیلی نباید خطتو عوض کنی. و یه
نظرسنجی داره، یعنی بهت میگه که این اتوبوسی که داره میاد پر جمعیت کم جمعیت هواش چجوریه، دارن چیکار میکنن واقعا. انقدر راحته که تبدیل به تفریح میشه. یعنی من اینجا تو تهران ترجیحم اینه که تا جای ممکن اتوبوس سوار نشم، ولی خب اونجا اتوبوس یکی از راحت ترین وسیله هایی بود که میتونستی باش بری این ور اون ور. من نمیخوام بگم بعد این سفر کلا زندگیم زیر و رو شد. اتفاقا وقتی برگشتیم افتادیم توی یه حجم زیادی از کارهای نکرده، تسکای دان نشده، کارهای عقب افتاده. ولی سفر، شاید بعد اینطوری بگم که سفر بهت یادآوری میکنه که چرا داری توی زندگی دست و پا میزنی، چرا از صبح که بیدار میشی تا شب داری تلاش میکنی یه چیزایی یاد بگیری، تو کارت پیشرفت بکنی، چون میخوای زندگی کنی و همه اینا واسه زندگی کردن. من گاهی فکر میکنم آدما چقدر غرق خواسته های کوچیک کوچیک شدن، در حالی که بیشترشون واقعا خواسته ما نیست. اما سفر انگار خود زندگیه. خدافظ.